بسم الله الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، راستی پیش اکا عبدالله اومدیم. جزاک الله خیرا. 3 سالی در مسکویم میگم اکا را بینم نشید. راستی دوستی ما رفاقتی ما خاص از برای الله. امی اکا را نمیشناسم اما در اینترنت شناس شدیم. حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یاد زد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اونهایی که یکدیگر را خاص از برای الله دوست داشتن روز قیامت صحابه و پیغمبرا حسد میبرند که آنهایی که یکدیگر را دوست داشتند خاص از برای الله داخل جنت میشن. برای یک چی؟ برای عملی نیکی یکدیگر را دوست داشتند، کارهای نیکی دعوت کردند، خیانت نکردند، دوستیشون خاص از برای الله بود. برای بسیار برادرها را میبینم که یک کروگ یک جا میشینند اما از اوجا میبرند نسبت یکدیگر گپای پست و بلند میگن، زوید بود میکنن، حسد میبرن. برای که یک برادر تاجیک صاحب یک چشید برای بگه که ماشاءالله این برادر تجارتکار شد، فقط دست یک مسلمان میگیره. خرسم شو که پیامبر میگه که این بهترین انسانان که یکدیگر را دوست داشتن، اما افسوس یک وقت میبینیم برادرای ما طبق سنت عمل نمیکنن، برای یکدیگر را دوست بدارن از برای الله. در جای باشی برادر طبیعی خبر بگی و خیانت بخیلی را ایدیتون دور بکنید و همه وقت متحد باشین، یکدیگر از برای الله دوست بدارین. ما ملت تاجیک که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت دین اگر در مدینه باشه نیمش در سورایا ای گفت. بخاری کی بود؟ این حدیث ها، این سخنا ما باید یکدیگر را دوست بداریم از برای الله. اگه یک سخن میگفتی که باید که شاد شدم، اگه این سخنا رو ما برای چی گفتم؟ اگه که مثلا یک منفیت شد که یک برادر امی ویدیوی ما پیامبر صلی الله علیه و آله چی میگه؟ دین و نصیحت. دین نصیحت است. خیلی که ما یکدیگر را دیدیم شاد شدیم با امی نصیحتی ما یک برادر ما برای یک برادر دیگه خبر بگیریم. چی گفتی؟ خوش به حالتون. جزاک الله خیرا. خوش اومدید پیش از همه. و میگه که پیش از همه کار اول سلام است، زیرا که سلام خود احترام است. ما نیز پیش از همه کار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگوییم و باور که بسیار آرزو میکردم که چهره مبارک برادر را ببینم. این امروز الحمدلله میگه که در موضع در دکان خاکسارانه ما قدم رنجاندن نور دیده تاج سر. خیلی که برادرمان محمد اقبال رشتی بای هم میگه که مهمان که عطای کردگار است جانهازی برای اون نثار است. بار دیگر خوش آمدید. و با سخنهای برادرم خوش دیدم. من میگم که دوستی برادری به مانند باران بهار باشد که چطوری که اگر باران بهار میآید بعد از باران چه که ما میبینیم که گلها همه شکوفا میشوند، خندان میشوند. و هم خاطر با مثل باران باشه، دوستای برادرای باشند که با مثل باران از اومدن شما دیگر دوستای شما تبسم خندان باشند، یک غذای معنوی بگیرند. و هم خاطر اگه ما گفتنی هستم که این برادرمون احمد جان از او باران دم دیده افضلتر است، به خاطر که عاشق خداست. میگه که صحبت عاشق تو را عاشق کنه، صحبت فاسق تو را فاسق کنه. بار دیگر خوش آمدید.